الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع از سنت و اکنون به یاری پروردگار به احادیثی میپردازیم که یعنی فهم درست این احادیثی که نهی نموده اند از بکار بردن کلماتی و الفاظی که معنای نادرستی به ذهن القا می کند یا تعارض دارد با بینش صحیح یک مسلمان، بینشی که در قرآن و سنت بیان شده برای یک مسلمان تعارض دارد. باید ما فهم درست اون احادیث را یعنی درست اون احادیث را فهم کنیم و بدانیم فهم درستش چیست، چون گاهی انسان به خطا می رود و می گوید این به معنی چیست و چرا ما از مثلا فلان لفظ نهی شده ایم و از فلان لفظ منع شده ایم. چون در قرآن خداوند متعال این مطلب در قرآن ریشه یابی می کنیم. پروردگار در سوره بقره آیه 104 به این مطلب اشاره می کند، می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب الیم. می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید نگویید راعنا، یعنی لفظ راعنا را استفاده نکنید برای اینکه ای رسول خدا ما را مراعات کن، مراعات حال ما کن. این لفظ استفاده نکنید. چرا؟ چون این لفظ نزد یهودیان یک لفظی است معنی زشتی میرساند و آنان این لفظو وقتی که میشنیدن که مسلمانان برای رسول خدا به کار میبرند، اونها هم میومدند و قصد تمسخر و توهین لفظ را در میان خود با رسول خدا به کار میبردند صلی الله علیه و سلم و با هم میخندیدند، چون معنیش نزد آنان معنی بدی داشت. به همین خاطر پروردگار فرمود به مسلمانان شما این لفظ رو استفاده نکنید، هرچند معنی بدی نداره در زبان عربی. راعنا یعنی مراعات حال ما کن و منظور این بود که مسلمانان اینو میگفتن که ای رسول خدا انگار به ما توجه کن، به حرف ما گوش کن، و این مطلب را در نظر آنان بود. اما نزد یهودیان این یک دشنام بود. نتیجه پروردگار فرمود پس شما به جای این لفظ اینو بگویید و قولوا انظرنا، یعنی ای رسول خدا کاملا به ما نگاه کن تا مطلب ما را فهم کنید و ببینیم ما چی میخواهیم بگوییم. چون در اون لفظم راعنا یعنی به حرف ما گوش کن تا مطلب ما کاملا متوجه شوی که ما چی داریم به شما عرض میکنیم. ولی در اینجا فرمود اینو به کار ببرید که نزد یهودیان هم هیچ معنی بدی ندارد و اونا نمیتونن از اون لفظ سوء استفاده کنن. و قولوا انظرنا،
بلکه بگویید ای رسول خدا به ما نگاه کن و به دهان ما نگاه کن تا کلمات ما را درست بفهمی که ما چه سوالی از شما داریم و چه میخواهیم. و اسمعوا، بعداً پروردگار فرمود شما گوش کنید، اطاعت کنید و از این بکار بردن این لفظ دیگه کوتاه بیایید، از این به بعد اطاعت کنید. وللکافرین عذاب علیم، و برای آن کافران که میخواهند این گونه رسول خدا را صلی الله علیه و سلم توهین کنند و به او توهین کنند و به گونه خیلی بدی با او میخواهند رفتار کنند، برای چنین افرادی که کافر هستند عذاب دردناکی وجود دارد. حالا این میتواند اصول و پایه این مطلبی باشد که ما میخواهیم به آن بپردازیم. پس در اینجا الفاظ دیگری وجود دارد که یک مسلمان باید هوشیار باشد در هنگام سخن گفتن و صحبت کردن از استفاده کردن از این کلمات پرهیز کند. در میان خودمون و در میان همه ملت ها متاسفانه کلمات زشت و ناپسندی وجود دارد و شاید خیلی ها از آن استفاده کنند. در اینجا امام ابن عباس حدیثی برای ما روایت می کند. امام ابن عباس رضای خدا بر خودش و پدرش باد میفرماید مردی آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و با او در مورد یک مسئله صحبت کرد و بعدا اون مرد به رسول خدا گفت ما شاء الله و شئت. ما شاء الله یعنی در صورتی که الله بخواهد و تو بخواهی. در اینجا رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم جعلتنی لله عدلا، آیا منو همتای پروردگار، همتای الله قرار دادی؟ بل ما شاء الله وحده، بلکه اگر الله بخواهد، یعنی اگر خدا بخواهد، چیزی که خدا بخواهد همون میشه. یعنی نباید گفته شود ما شاء الله و شئت. در اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این طرز تفکر این شخص را اصلاح میکنند. یعنی لفظ این شخص به گونه‌ای استفاده شده انگار مشیت خواست الله و خواست رسول الله کنار هم هستند، در حالی که نه، مشیت پروردگار بالاتر از مشیت و خواست همه انسان ها و حتی انبیا و رسول و ملائک و همه هست. در نتیجه صحیح نیست گفته شود اگر الله و تو بخواهید، بلکه اگر می گفت اگر الله سپس شما، این اشکالی ندارد و این لفظ هم اشکال ندارد، یا اینکه فقط گفته شود اگر الله این کارو بخواهد. و در اینجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم این مطلب را اصلاح می کند و می گوید نباید چنین لفظی گفته شود و این در واقع انسان را به شرک، به سمت شرک می برد. انگار رسول خدا را شریک الله قرار داده. چنین چیزی جایز نیست. باز در همون حدیثی که باز امام ابن عباس روایت می کند، در لفظ دیگر این حدیث رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم، یعنی در حدیث دیگری باز هم عبدالله ابن عباس روایت می کند، می فرماید اذا حلف احدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. فرمود اگر یکی از شما قسمی خورد هرگز نگوید آنچه خدا بخواهد و تو بخواهید، بلکه باید بگوید آنچه خدا خواست سپس شما، بعد از الله شما.
این مسئله بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از آن نهی نموده. انگار این مطلب در میان مسلمانان در ابتدا شایع بوده. حتی یهودیان از این کلمه حتی سوء استفاده کردن، چون دیگه اونا دنبال هر چیزی بودن که شبهه‌ای را پیدا کنند و علیه مسلمانان استفاده کنند. قتیله دختر صفی جهنی رضای خدا بر او باد میفرماید عالمی از علمای یهود آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفت ای محمد، شما قوم خوبی هستید، آدمهای خوبی هستید، لولا انکم تشرکون، اما شما دارید شرک می‌ورزید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سبحان الله و ما ذاک، پاک و منزهی برای پروردگار، مگر چه شده؟ چه چیزی؟ کجا ما داریم شرک می‌ورزیم؟ قال تقولون اذا حلفتم والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. یعنی در این لفظ اون حدیث قبلی که مورد قسم خوردن بود روشن‌تر میکنه، چون در اونجا مسئله قسم خوردن در اونجا بیان شده بود. فرمود اگر یکی از شما قسم خورد نباید به غیر خدا قسم بخورد، و اگر کسی از شما خواست بگوید اگر خدا خواست، اگر شما اینجوری گفته نشود بلکه اگر خدا بخواهد. حالا در اینجا میگوید شما میگویید وقتی که قسم میخورید میگویید والکعبه، یعنی قسم به کعبه، یعنی گویا کسانی بودن در ابتدا اینو میگفتند. و تقولون ما شاء الله و شاء محمد، یعنی این قوم شما اینو میگویند اگر الله و محمد بخواهد. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. سپس رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعلان کرد و فرمود اگر قسم خوردید و خواستید کعبه را ذکر کنید بگویید قسم به رب کعبه، نگویید قسم به کعبه. و یقولوا ما شاء الله ثم شئت، و بگویید اگر خدا چیزی که خدا بخواهد سپس چیزی که شما بخواهید، سپس یعنی بعد از خدا اگر شما هم بخواهید. در نتیجه به این صورت رسول خدا صلی الله علیه و سلم مسلمانان را متوجه می کند که دچار هیچ گونه چیزی، لفظی که شائبه شرکی در آن باشد از آن پرهیز کنند. حالا در یک حدیث دیگری که خیلی ریز و دقیق تر از این الفاظ است، لفظ خیلی دقیقی است که مگر فقط اون کسانی که عربی خوب بلد هستند متوجه شوند. حدیثی است که امام مسلم با سند خودش، احادیثم که بیان کردم امام احمد و امام نسائی و امام ابن ماجه روایت کرده بودند و حدیث صحیحی بود. اون احادیثی که قبلا بیان کردم و یکی امام ابن ماجه روایت کرده بود و یکی دیگر هم امام بیهقی اولی. این حدیث دیگر هم که امام مسلم روایت می کند با سند خودش و اضافه بر امام مسلم امام نسائی و ابو داود و امام احمد هم روایت می کنند با سند خود از عدی بن حاتم. عدی بن حاتم رضای خدا بر او باد میفرماید خطب رجل عند النبی صلی الله علیه و سلم، میگه یک مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم خطبه ای خواند. در خطبه اش اینو گفت من یطع الله و رسوله فقد رشد. فرمود هر کس، یعنی اون شخص اینو گفت، هر کس الله و رسولش را اطاعت کند
واقعا دیگر راه یافته شده و اهل هدایت است و هدایت شده است. و من یعصیهما فقد غوی و من یعصیهما فقد غوی و هر کسی آن دوتا را نافرمانی کند گمراه شده است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم بئس الخطیب انت. رسول الله فرمود شما خطیب خوبی نیستی. قل و من یعص الله و رسوله فقد غوی. بگو هر کس نافرمانی الله کند و نافرمانی رسولش کند اون گمراه شده. شما اینجوری نیا الله و رسول را با هم جمع کنید در یک کلمه. و من یعصیهما، یعنی در اینجا با یک ضمیر مثنی خدا و رسول را کنار هم قرار داده. میگه اینجوری نکن، جدایش کن، منو از خدا جدا کن، رسول را از الله جدا کن. و من یعص الله، و مفرد بگو هر کس الله را نافرمانی کند و رسوله و رسول الله را نافرمانی کند. یعنی در اینجا دوتایش برمیگردد به عصیان الله. اگر کسی الله را نافرمانی کند یا رسول الله، یعنی اون رسول و فرستاده‌ای که از جانب الله آمده، یعنی در اینجا در دو حالت نافرمانی برمیگردد به خود الله در واقع. اما در اونجا بگویید و من یعصیهما، انگار مثل هم هستند. نه، کسی که نافرمانی الله کند و نافرمانی رسول الله کند گمراه شده است. شما نگاه کن این دقتی که رسول خدا داشته صلی الله علیه و سلم و اینکه مسلمانان را از الفاظ شرکی و الفاظی که حتی شائبه شرک از آن بیاید. شائبه یعنی چی؟ یعنی یه بوی از شرک از آن بیاید یا یک ذره به سمت آن برود. این گونه مسلمانان را از این الفاظ و کلمات برحذر داشته و باید خیلی دقیق باشیم. و در حدیث دیگری که امام بخاری و امام مسلم و دیگر و امام ابن ماجه و امام احمد روایت میکنند، حدیثی است امام عمر، یعنی این محدثین با سند خود از امام عمر بن خطاب روایت میکنند رضای خدا بر او باد، میفرماید كنت في ركب اسير في غزاة مع رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه من در یک کاروانی بودم و داشتم حرکت میکردم در یکی از غزوه ها، همراه با رسول خدا بودم صلی الله علیه و سلم. فحلفت، یعنی منظور در اون غزوه دیگه رسول خدا حضور داشته. فحلفت فقلت لا و ابی. میگه منم قسم خوردم، در قسمم گفتم نه خیر، و ابی، به پدرم قسم، به پدرم قسم که امروز به جان پدرم، به جان برادرم، به جان فرزندم، به جان بچه‌ام، این در ایران خیلی زیاده است. لا و ابی، نه خیر، این چیزو انجام نمیدم یا این گونه نیست، به جان پدرم یا به پدرم. فسمعني رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال. میگه رسول خدا صدای منو شنید و من اینو گفتم، فرمود مه، نکن، اینو نگو. لا تحلفوا بآبائكم، و پدرانتان قسم نخورید. ان الله عز وجل ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. الله عز وجل شما را نهی میکند از اینکه به پدرانتان قسم بخورید. انه من حلف بشیء دون الله فقد اشرک. حقیقتا هر کسی قسم بخورد به هر چیزی جز الله شرک ورزیده. فقد اشرک، در واقع نوعی شرک ورزیده. فمن كان حالفا فلا يحلف الا بالله. اگر کسی از شما قسم میخورد قسم نخورد جز به الله. او لیصمت،
یا ساکت باشد. و من حلف بالله فلیصدق. اگر کسی هم به خدا قسم میخورد باید راست بگوید، صادق باشد، دروغ نگوید. و من حلف له بالله فلیرضى. و هر کس به الله کسی برایش قسم خورد دیگه راضی شود. و من لم یرض بالله فلیس من الله. اگر کسی به قسم خوردن به الله راضی نشود پس اون از جانب خدا، یعنی انگار فلیس من الله، اون شخص احترامی برای الله قائل نشده. یعنی کسی که اهل قرب و طاعت باشد، اون کسی هم که به الله قسم بخورد حرفش را قبول میکند، دیگه قلبش را به خدا واگذار میکند، میگه من به اون به خدا قسم خورده، دیگه من چکار کنم. بعدا امام عمر فرمود وقتی که رسول الله او را متذکر شد و یاد آور شد، فرمود فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. فرمود به خدا سوگند از زمانی که رسول الله اینو به من گفت و منو نهی کرد از این کار، دیگه یک بار آن را از خودم نگفتم و حتی از کسی هم که اینو گفته باشد نقل نکردم. لا ذاکرا ولا آثرا. پس این گونه را اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حرف رسول خدا گوش میکردند و بدون توقف از آن کوتاه می اومدند. و این هم دلیلی است بر تمام این احادیث، دلیلی هستند بر عذر به جهل. یعنی این افراد این چیزها را که نمیدونستند که این اشکال دارد، که این گناه است، که اینها نامشروع است، از روی چون نسبت به آن جهل داشتند. یعنی چی؟ یعنی قبل از آن نمیدونستند. و جهل در تمام موارد طبق سنت رسول خدا و طبق تمام این احادیث چی هست؟ عذر هست. حتی طبق اون آیه که خوندیم، طبق اون آیه، اولین آیه‌ای که استدلال نمودیم، همه اینها دلیل بر این هستند اگر انسان از روی جهل و نادانی دچار خطایی می شود، خطای شرعی می شود، یعنی از دچار خطایی می شود که نامشروع است، شرعاً مؤاخذه نخواهد شد. اما بعد از اینکه برایش روشن شد باید از آن پرهیز کند. بله، حدیث دیگری بیان میکنیم در این رابطه. این حدیث هم امام مسلم و امام احمد و امام ابن ماجه و امام نسائی روایت نمودند. حدیثی است از طریق عبدالرحمن بن سمره رضای خدا بر او باد. میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود لا تحلفوا بالطواغی. فرمود به طاغوت ها قسم نخورید. یعنی منظور این است به بت ها، به شیطان، به هر کسی که غیر خدا عبادت می شود با آن قسم نخورید. حتی به پیامبران هیچ فرقی نمی کند. لا تحلفوا بالطواغی ولا بالانداد. و اون کسانی که به عنوان شریک برای خدا عبادت می شوند به آنها قسم نخورید. ولا بآبائكم، به پدرانتان قسم نخورید. ولا بأمهاتكم، به مادرانتان قسم نخورید. لا تحلفوا الا بالله، قسم نخورید جز به الله. ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون، و به پروردگار هم قسم نخورید مگر در صورتی که صادق باشید در قسمی که میخورید. یعنی دروغ نگویید و واقعا صادقانه قسمی که میخورید درست باشد.
در اینجا با هم میان برنامه نگاه می‌کنیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. اهتمام به اجازه گرفتن نشانه کمال ایمان است. يا رب عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران، فارحم تضرعه إليك وحزنه، وامنن عليه اليوم بالغفران. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران، تعفو الملوك عن النزيل بحيهم، كيف النزيل بساحة الرحمن. يا رب وفقني أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن. يا رب عند الموت حسن منطقي، عند السؤال وملتقى الملكان. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. اون بکار بردن الفاظی که نادرست است و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم مسلمانان را منع می کند از هر الفاظی و از هر لفظی که شائبه گناهی از آن در آن باشد یا شائبه شرکی در آن باشد. و در حدیث دیگری که امام بخاری و مسلم با سند خود از امام ابو هریره روایت می کنند، می فرماید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: من حلف باللات والعزى فلیقل لا اله الا الله. هر کس قسم خورد و در قسمش قسم به لات و عزی خورد، یعنی این که گفته می شود لات و عزی در اون عصر این بوده، در هر زمانی بالاخره کسی به غیر از خدا تعظیم و احترام قسم میخورد، فرقی نمی کند مثل قسم خوردن به لات و عزی. هر کسی قسم خورد به لات و عزی باید بگوید لا اله الا الله، یعنی این لفظ شرک است، باید دوباره کلمه توحید را به زبان جاری کند. و اگر انسان عادت کند هرگاه حتی الفاظ دیگری که مثل این که به قصد تعظیم و اینها نباشد، فقط زبانش هم عادت کرده باشد به غیر خدا قسم بخورد، به فرزندش، به جانش، به جان پدرش، به جان مادرش،
بهتر است طبق این فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم که دوباره بگوید لا اله الا الله. در حدیث دیگری که امام ابو نعیم در الحلیه و امام دیلمی روایت می‌کنند سند خود از ابن عمر رضای خدا بر هر دو تایشون باد، می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله تعالى يحب أن يحلف به. فرمود قسم به الله بخورید، اما قسمتون را نشکنید و صادق باشید بر قسمتون، زیرا پروردگار دوست دارد که به او قسم خورده شود، یعنی در صورتی که لازم باشد به او قسم بخورید. و در لفظ دیگری، در حدیث دیگری مطلب دیگری برای ما بیان میکند. یعنی این مواردی که بیان شد در قسمت زیادی در مورد قسم خوردن بود که انسان فقط به الله قسم بخورد. اما کسی بگوید خداوند متعال پدیده های این هستی قسم خورده، قسم پروردگار برای این نیست که آنها را تعظیم کند. قسم پروردگار برای این است که ما را متوجه عظمت خودش کند. یعنی می‌فرماید به این پدیده های هستی بنگرید و با دیدن پدیده های هستی مرا بشناسید. اما ما جایز نیست که قسم به هیچ پدیده از پدیده های هستی بخوریم، مگر اینکه اون الفاظی که پروردگار فرموده ما اون را تکرار میکنیم به قصد این که از اون پدیده به پدید آورنده آن ایمان پیدا کنیم و به او ایمان بیاوریم و او را بندگی کنیم. اما اینکه ما خودمون نهی شده ایم که به غیر خدا قسم بخوریم. این حدیثی بخاری و مسلم با سند خود از انس بن مالک روایت می کنند، رضای خدا بر او، انسی که 10 سال کامل خادم رسول خدا بوده صلی الله علیه و سلم. می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا دعوتم الله فاعزموا فی الدعاء. می‌فرماید اگر شما خدا را خواستی از خدا یعنی دعا کنید و از خدا چیزی بخواهید، سعی کنید در دعایتون به صورت قطعی از خدا چیزی را بخواهید، یعنی به صورت شک و اینها نباشد. ولا یقولن احدکم اللهم اغفر لی ان شئت اللهم ارحمنی ان شئت. هیچ کدوم از شما در دعایتون اینجوری دعا نکنید، بگویید خداوندا منو ببخش اگر خواستی، به من رحم کن اگر خواستی. اینجوری نه، بدون ان شئت بگویید اللهم اغفر لی اللهم ارحمنی اللهم اعف عنی. اینجوری گفته شود. ولكن لیعزم المسألة ولیعظم الرغبة. بلکه باید خواسته خود را به صورت قاطع بیان کند، از خدا بخواهد و رغبت خودش را به خداوند متعال، یعنی رغبت و علاقه او برای پذیرش دعایش خیلی بزرگ و عظیم باشد. چرا؟ فإن الله صانع ما شاء لا مکره له. زیرا پروردگار همون چیزی را انجام میدهد که خودش میخواهد. کسی نمیتواند او را مجبور به کاری کند یا او را وادار به کاری کند. ولا یعظم علیه شیء اعطاه. و چیزی که میدهد برایش سنگینی نمی کند. بر پروردگار هیچ چیزی سنگینی نمی کند. هر چی را به بندگانش بدهد برای او آسان است. پس وقتی که از خدا چیزی میخواهید به صورت قاطع از او بخواهید، نگویید ان شاء الله. در بسیاری از مناطق
مسلمانان کلمه انشاءالله معنی حقیقی خودش رو از دست داده. مثلا میگوید یعنی حتی به قصد این که میخواهند خدا چیزی را کاری مثلا کسی را مثلا شفا دهد یا کار کسی را حل کند میگه انشاءالله خدا شفایش دهد. انشاءالله نه، اینجوری نگویید. خدا شفایش دهد، خدا او را مثلا عفو کند، خدا او را ببخشد، خدا مشکلاتش را برطرف کند. به این صورت دیگه نگویید انشاءالله. این کلمه انشاءالله در اینجا جای خودش نیست. انشاءالله برای کاری است که تو به خودت نسبت میدهی، میخوای کاری انجام بدهید، چون اون قدرت در ذات تو وجود ندارد. یعنی اون قدرت انجام اون کار تنها شما نیستی که اون کار رو انجام، باید خدا بخواهد. اگر خدا نخواهد نمیشه. به همین خاطر مثلا میگویید من فردا این کار رو انجام میدهم انشاءالله. من انشاءالله فردا این کار رو انجام میدهم اگر خدا بخواهد. من این کار رو میکنم، این چیز رو میگویم انشاءالله. اون چیزی که موکول به آینده است و در آینده میخواهید انجام بدهید یا میخواهید بگویید یا میخواهید کاری را انجام دهید، دیگه باید مشیت خدا را در آن بیان کنید. ولا تقولن لشیء اینی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. میگه قطعا ولا تقولن، این کلام خداست، به صورت قطع میگوید زینهار که بگویید چیزی را بگویید من فردا کاری را انجام میدهم الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواهد. بگویید من فردا مسافرت میروم ان شاء الله، من فردا اون کار رو انجام میدهم ان شاء الله، من فردا کار رو آغاز میکنم ان شاء الله. اون چیزی که موکول به آینده هست شما ان شاء الله در آن میگویید. اما اون چیزی که در گذشته روی داده دیگه تمام انجام گرفته رفته، دیگه ان شاء الله برای کار گذشته وجود نداره. مثلا میگویی ان شاء الله من این کار رو کردم، نه، کار انجام گرفته دیگه، خدا خواسته و رفته. دیگه برای گذشته نمیگی، فقط برای آینده. و در دعا نمیگویید، چه دعا برای خودت چه برای دیگران، در آن کلمه ان شاء الله استفاده نمی کنید. که مسلمانان در مالزی و در ترکیه خیلی بیش از اندازه و در غیر جای خودش این کلمه که من در هر دو تا در اینا بودم و از نزدیک دیدم که خیلی ان شاء الله را استفاده می کنند، اما گاهی در جای خود نیست. و بقیه مسلمانان هم، فقط اونجا نیست ولی در اونجاها خیلی بیشتر. حدیث دیگری باز در مورد یک مسئله دیگری مطرح می شود. حدیثی است که امام مسلم و امام ابن ماجه با سند خود از امام ابو هریره روایت می کنند که رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف. میفرماید مؤمن قوی یعنی مؤمنی که ایمانش قوی باشد، عزیمت قوی داشته باشد، اراده قوی داشته باشد، بهتر و محبوبتر است نزد الله از یک مؤمن ضعیف. در اینجا ایمان یعنی کسی که دارای ایمان قوی و عزیمت قوی باشد، اون یکی نزد خدا محبوب تر است. یعنی کسی هرچی ایمانش قوی تر باشد یک انسان محبوب تری است نزد پروردگار. هر اندازه ایمانش ضعیف تر باشد محبوبیتش نزد خدا کمتر خواهد بود. امام نووی می‌فرماید منظور به قوت منظور عزیمت نفس است و سلیقه در کارها، در کار آخرت. یعنی کسی که این صفت رو داشته باشد بیشتر اهل اقدام است بر دشمن در هنگام جهاد و سریعتر تصمیم میگیرد و راحتتر میرود و دنبال آن میرود و در امر به معروف و نهی از منکر عزیمت قوی تری خواهد داشت
و صبر و شکیبایی بیشتری خواهد داشت در تمام کارهایی که انجام میدهد و راحت‌تر میتواند به خاطر خدا مشقت را تحمل کند و برای انجام عبادات در نماز، روزه، اذکار و سایر عبادات در واقع رغبت بیشتری دارد و با نشاط بهتری کارها را انجام میدهد و بر آن محافظت میکند. پس در اینجا این قوت خیلی از مردم احساس میکنن، میگه مؤمن قوی شاید منظورش این باشد که قدرت جسمی بیشتری داشته باشد. نه، مؤمن اگر ایمانش قوی نباشد قدرت جسمی چندان کاری نمیتواند انجام بدهد. باید انسان اراده قوی داشته باشد، ایمان قوی داشته باشد که توان صبر و تحمل مشکلات را داشته باشد. اراده قوی و عزیمت قوی باید داشته باشد. پس ایمانداری که مؤمنی که قوی باشد نزد الله بهتر است و محبوبتر است نزد الله از مؤمنی که ضعیف است. اما و فی کل خیر، همین که مؤمن باشد باز اون هم خیری در آن هست. در هر کدام بالاخره خیر وجود دارد. همین اهل ایمان بودنش هم خیر است. احرص لما ینفعک، میگه شما تلاش کن اون چیزی که برایت مفید است انجام بده. واستعن بالله ولا تعجز، از خدا کمک بخواه برای انجام کارت و خود را به ناتوانی نزن. و این اصابك شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا و کذا. اگر چیزی برایت پیش آمد، مصیبتی برایت پیش آمد، گرفتاری برایت پیش آمد، دیگه شروع نکن خود را لوم کردن و سرزنش کردن خودت. اگر من اینو کرده بودم فلان میشد و فلان میشد. حالا بعد از اینکه اتفاق افتاده و قضیه تمام شده، ولكن قل قدر الله و ما شاء فعل، بگو این قدر پروردگار بود و هرچی خدا بخواهد انجام میدهد. در اینجا این گونه باید انسان کند. دیگه خودش را شروع کند بلوم کردن و سرزنش کردن و اگر این کارو میکردم اینجوری میشد، اگر اینو میکردم این نمیشد. نه، تمام. به قول علما میفرمایند این کلمه که میگوید قدر الله و ما شاء فعل، این با آن استدلال میشود در هنگام مصیبت، اما با آن استدلال نمی شود هنگام معصیت. کسی مثلا معصیتی کرد بگوید دیگه مشکلی نیست، قدر پروردگار بود. نه، و اینجوری نباید بگوید. بگوید من اشتباه کردم. باید توبه کند و پشیمان باشد و دوباره در اصلاح خود گام بردارد برای اصلاح خودش. چون رسول الله فرمود فإن لو تفتح عمل الشیطان، یعنی اگر شما بگویید اگر اینو نمی کردم این نمیشد، اگر اینطوری بود این گونه میشد، این کار راه برای کار شیطان باز میکنه. یعنی در را بر روی خودت میگشایی که شیطان راحت بر شما چیره شود. این نکته خیلی مهم است. اما الان ممکنه کسانی بگویند پس اشکال کجاست؟ اشکال اینجاست که شما بگویید اگر این کارو نمی کردم، اون چیزی که گذشته یعنی انجام گرفته. اما وگرنه مثلا ما موارد دیگری داریم که مثلا امام ابوبکر صدیق فرمود هنگامی که با رسول خدا بود صلی الله علیه و سلم در غار ثور، با او بودن در هنگام هجرت، فرمود لو ان احدهم نظر الى قدمیه ابصرنا، اگر یکی از مشرکین فقط به پایین نگاه میکرد، به سمت پاهای خودش اگر نگاهی میکرد ما را میدید. اشکال ندارد، چون اون به گونه‌ای بوده که اگر نگاه میکرد میشد اون یکی. چون در اینجا خبر میدهد از چیزی که در آینده اتفاق میفته، نه در گذشته. همچنان که در مورد انشاءالله که گفتم اون چیزی که در گذشته است
انشاءالله برایش نمیگویید، انشاءالله برای آینده میگویید. اما در اینجا این چیزی که میگوید لو اگر اینجوری بود، این برای گذشته است، برای آینده گفته شود معنی نیست، چون در اینجا امام ابوبکر برای آینده این مطلب را بیان میکند. در اینجا قصد رد یعنی رد کردن قدر ندارد. مثلا رسول الله میفرماید صلی الله علیه و سلم لولا حدثان عهد قومك بالكفر لاتممت البيت على قواعد ابراهیم. میفرماید اگر قوم شما تازه مسلمان نشده بودند و زمانشون به زمان کفر نزدیک نبود، من این خانه خدا را دوباره بر اساس قواعد ابراهیم بنا میکردم، از نو آن را خراب میکردم، دوباره آن را میساختم. اما چون مردم این درک و هنوز ندارند و فکر میکنن شاید ما داریم به خانه خدا توهین میکنیم، نه، این کار رو نمیکنم، چون مردم ممکنه فهمشون این نباشد. یا مثلا رسول الله میفرماید صلی الله علیه و سلم ولو كنت راجما بغیر بینه لرجمت هذه. در مورد یک زنی گفت اگر من قرار بود با توجه به علم خودم کسی را رجم میکردم، با توجه به علم خودم، نه به بینه و دلائل و شواهد شرعی، بل دلائل مثلا شاهد. بدون شاهد اگر من میخواستم کسی را رجم کنم، اینو رجم میکردم. یعنی خودم اینقدر یقین دارد که این اتفاق افتاده. یا میفرماید لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. اگر من امتم را در مشقت نمی انداختم، در آینده به آنان دستور میدادم که سواک انجام بدهند هنگام هر نمازی. یعنی این چیزها را اینا اشکال نداره، چون این مربوط به آینده است، نه مربوط به چیزی که در گذشته اتفاق افتاده. نه، در نتیجه اینجا که فرموده فإن لو تفتح عمل الشیطان، میگه لو اگر بگویید اگر اینجوری میکردم اینجوری میبود، این کار شیطان را باز میکند. یعنی چی؟ یعنی در قلب انسان چیزی ایجاد میشود که با مخالفت با قضا و قدر خدا باشد و انسان را وسوسه میکند به مخالفت کردن با قضا و قدر. و اینها مواردی بودن که انسان مسلمان هوشیار باشد که کلماتی را بر زبان جاری نکند که احتمال یعنی یک چیزی در آن باشد، یا مثلا در این مطلب برای رد قضا و قدر است، یعنی اون چیزی که اتفاق افتاده قدر یا پروردگار بوده. دیگه الان ما بگوییم اگر اینجوری نمی کردیم اینجوری نمیشد، این دیگه فایده ای نداره. کاری می شود که انسان به ایمانش به قضا و قدر تضعیف شود. یک حدیث دیگری باز در اینجا وجود دارد که خواستم به آن اشاره کنم. حدیثی است بله، حدیثی است که می‌فرماید امام ابو هریره رضای خدا بر او باد می‌فرماید، یعنی این حدیث امام ابن حبان روایت می‌کنند و امام طیالسی با سند خود با سند صحیح از امام ابو هریره می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا يقولن احدكم زرعت ولكن ليقل حرثت. میگه هیچ کدوم از شما نگوید من زرعتو یعنی کاشتم، زرع کردم، کاشتم، اینو نگویید، بلکه بگویید حرثتو یعنی من شخم زدم، یعنی من این زمین را شخم زدم و اون دانه‌ای که باید در آن پاشیده شود آن را پاشیدم، دیگه من کاری انجام ندادم، من فقط زمین را شخم زدم و اون دانه ها را در آن ریختم، پاشیدم، بذر افشانی کردم.
فرمود اینو نگویید، چون اگر بگویید زرعتو انگار خودت، یعنی فعل رویدن این زرع به خودت نسبت میدهید، یعنی من این را رویانیدم، چون اینو هست، باید اینو نگویید. امام ابو هریره فرمود این فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم دقیقاً مانند فرموده است که پروردگار در سوره واقعه در آیه 63 تا 64 میفرماید افرأیتم ما تحرثون، آیا دیده اید اون چیزی که شما آن را شخم میزنید، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما هستید که آن را میرویانید یا ما هستیم که آن را میرویانید؟ آیا رویدن آن شما دارید عمل رویدن را انجام میدهید، رویانیدن، یا ما هستیم؟ پس در اینجا خدا فرموده شما دارید کار شما چیست؟ حرث یعنی شخم زدن. شما شخم میزنید، دانه را در آن میافشانید و دانه را در آن میریزید، دیگه بقیه اش زرع آن و زراعت آن و رویانیدن آن پروردگار است. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، یا ما هستیم. پس و در قرآن این مطلب باز هم در صورت دیگری باز اومده، میگه و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، میگه داوود و سلیمان یاد بیاور هنگامی که داوری و قضاوت میکردند در مورد یک حرثی. حرث یعنی یک شخمزاری، یک جایی که شخم زده شده، نمیگوید زراعت. اذ نفشت فیه غنم القوم و كنا لحکمهم شاهدین، هنگامی که گله قومی در آن یعنی وارد آن زراعت شد و از آن خورد و ما برای داوری آنان شاهد بودیم. منظور در این است که باید کسی نگوید من زرع کردم، حتی چون زرع کردم یعنی انگار من آن را رویانیدم و رویانیدن آن را به خودش نسبت دهم. باید بگوید من شخم زدم و آن را دانه ها را چیدم، کاری دیگری از دست من بر نمیاد. رویانیدن آن دست پروردگار بوده. و یک نکته دیگری باز من به نظرم این حدیث را بیاورم و به این بحث را پایان بدهم، چون مطلب احساس میکنم طولانی شد. رسول الله میفرماید، یعنی در یک حدیث دیگری که این حدیث در بخاری، مسلم و در دیگر کتب آمده، حدیث صحیحی است که میفرماید از امام ابو هریره روایت می شود که رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم لا يسب احدكم الدهر فإن الله هو الدهر ولا يقولن احدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. میفرماید کسی از شما به زمان دشنام ندهد. دهر یعنی زمان، روزگار. این چه روزگاری ما توش افتادیم؟ یعنی بدگویی به روزگار می کند کسانی. چرا؟ فإن الله هو الدهر، در واقع روزگار نیست که کاری را انجام می دهد، بلکه الله هست که روزگار را می چرخاند، شب و روز را می آورد. و یکی از شما نگوید به انگور کرم. کرم نگویید به انگور. کرم یعنی چی؟ یعنی بخشندگی، سخاوت، یک صفت پسندیده است. فإن الكرم رجل المسلم، زیرا کرم، بخشندگی، گرامی بودن، محترم بودن انسان مسلمان است. حالا در اینجا دو تا اشکال وجود دارد، یعنی دو تا لفظ وجود دارد که انسان باید از آن پرهیز کند. یکی این که
به زمان دشنام ندهید، چون دشنام دادن زمان هیچی نیست. زمان یک ظرفی است که در آن اتفاقی میافتد. خود ظرف و خود روزگار هیچ گناهی ندارد. شب و روز چه گناهی دارد؟ آمد و شد شب و روز زمان چه گناهی دارد؟ هیچ گناهی ندارد. انسان ها هستند که در شب و روز گناه میکنند. آدم ها هستند که در شب و روز یعنی در واقع کار بدی انجام میدهند، نه اینکه روزگار خودش فاعل باشد. این یکی. و دومی میگوید به انگور نگویید کرم. چرا؟ میگه از قبل از انگور چون می اومدن شراب درست میکردن و شراب نزد آنان چیز محبوبی بود، نتیجتا به انگور میگفتن کرم، یعنی میگفتن یک چیز بسیار با ارزشی است. در واقع با ارزش است، اما با توجه به این که به این دلیل به انگور میگفتن کرم، کرم یعنی بخشندگی، سخاوت، گرامی بودن، محترم بودن، به دلیل اینکه از آن شراب میساختن، شراب درست میکردن. در نتیجه رسول الله فرمود دیگه به انگور نگویید کرم، یعنی چون اون ذهنیت در آن وجود دارد که دارد چی میکنند؟ تعریف از شراب میکنند. حالا شما بیا این حدیث را مقایسه کن با اون شعرایی که تعریف از شراب میکنند. یعنی طبق این حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم تمام کسانی که میان تعریف از شراب میکنند گناه دارن، مرتکب میشوند، بخلاف سنت رسول الله عمل میکنند. در اینجا فرموده ولا یقولن، نهی کرده و با نون ثقیله تأکید نموده نکنید، زینهار که چنین کاری کنید. یعنی انسان نباید هرگز گناهی را و معصیتی را با نام نیک ذکر کند. و در قرآن هم اومده مسئله کرام میفرماید در مورد بندگان خداوند رحمان بیان میکند. اینجا میفرماید کرم انسان مسلمان است، مرد مسلمان است. در مورد عباد الرحمن بیان میکند. یکی از صفات بندگان خداوند رحمان این است و اذا مروا باللغو مروا کراما. هرگاه در کنار مجالس لهو لعب حرکت میکردند کراما حرکت میکردند، یعنی خود را با آن قاطی نمیکردند، گرامیوار، بزرگوار کنار آن رد میشدند. این میشود کرام. و کرم از اینم، کرام و کرم از یک ریشه هستند. یا میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد پروردگار متقی ترین شماست. پس اکرمکم از ریشه کرم و کرامت است. کرم و کرامت که در اینجا گفته گرامی ترین شما نزد پروردگار اون کسی است که تقوای بیشتری داشته باشد. یعنی وقتی که آیات و احادیث را کنار هم قرار میدهیم معنی و مفهوم این نصوص را بهتر میفهمیم. هرچند این مطلب بحث بیشتری دارد، ولی به نظرم به این مقدار اکتفا میکنیم و انشاءالله این مطلب را باز هم ادامه خواهیم داد در انشاءالله. اینجا دیگه انشاءالله گفته میشود. انشاءالله در هفته آینده اگر خدا بخواد، وگرنه ما نمیدونیم، شاید خداوند متعال این توفیق ما ندهد. پس در اینجا همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.